کهنه‌ترین شرکت استخراج طلا در تاجیکستان از فعالیت باز ماند. این شرکت ارتل ظرفشویی پامیر است که هنوز سال 1978 تأسیس یافته است. در این کارگاه که از کان طلای شگناو طلا استخراج می‌نمود بیش از 150 نفر کار می‌کردند. همکارم عبدالله شورف سبب‌های سقوط این کارخانه را تحقیق کرده است و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که چی باعثی از کار ماندن این شرکت شد، چون کار استخراج طلا درآمد زیادی دارد نه؟ سلام. بله، استخراج طلا کار پر درآمد است، اما بحث و کشمکش‌های دادگاهی میان سهامان باعث از کار ماندن ارتل ظرفشویی پامیر شده است. این شرکت طور در آغاز گفته کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان است که همکنون به دست یک شرکت آفشوری گذشت که مالک نهاییش تا به آخر معلوم نیست. عین زمان مالک ارتل ظرفشویی پامیر شرکت تاجیک امیریت بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته اندازی تاجیکستان، این شرکت به نوبه خود به شرکت آفشوری به نام وست اوشن تعلق دارد که نام مالکانش تا به آخر معلوم نیست. خب اگر خطا نکنم تو یک سال پیش شرکت ارتل ظرفشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان تعلق داشت. بله، دقیقاً به نرزولو انایف و ولادیمیر داوروف، اما تاجیک امیریت بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه های ارتل ظرفشویی پامیر با او تعلق دارند و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسید و در آخر این دادگاه را به فایده شرکت تاجیک امیریت بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهراً نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ظرفشویی محروم گشتند بلکه بازداشت گشتند. عبدالله، معلوم است که سبب بازداشت سهامان تاجیکستانی چی است و از همه مهم تقدیر کارگران شرکت چی شد؟ شهلا سید کامل قربانوف وکیل مدافع انایف و داوروف گفتند از بازداشت زیرحمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز هم تفتیشات را انجام نکرده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیبدار می کند. ارتل ظرفشویی پامیر سالهای آخر از موضع کان طلای شگناو 25-30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکت یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را با کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. اکثریت کارمندان با تجربه این شرکت مثل دیگر شهروندان تاجیکستان به روسیه به مهاجرتی کاری رفتند. باعث تأسف است البته. خوب، تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر.